جزیره سقطران، گنجینه پنهانی من. آیا می دانستید جزیرهایی وجود دارد که شبیه هیچ جای دیگری در زمین نیست؟ جایی که درختان خون اژدها آسمان را خراش می دهند و سواحل بکر شما را به دنیایی دیگر می برند. سقطران جزیرهای یمنی در اقیانوس هند به دلیل تنوع زیستی بینظیرش مشهور است. بیش از 700 گونه گیاهی و جانوری منحصر به فرد در این جزیره یافت می‌شوند که در هیچ جای دیگری در جهان وجود ندارند. درخت خون اژدها با شکل چتری و شیره قرمزش نماد سقطران است. این درختان باستانی منظرهای فرازمینی به جزیره بخشیدند. مردم سقطران با فرهنگی غنی و سنتی به زبان سقطری صحبت می‌کنند، زبانی باستانی که ریشه در زبانهای سامی دارد. زندگی در این جزیره ساده و هماهنگ با طبیعت است. صید ماهی و دامداری از اصلی‌ترین منابع درآمد مردم سقطران هستند. آنها با احترام به طبیعت از منابع جزیره به طور پایدار استفاده می‌کنند. سفر به سقطران تجربه‌ای است که هرگز فراموش نخواهید کرد. از پیاده‌روی در میان درختان خون اژدها تا غواصی در آب‌های زلال، سقطران ماجراجویی‌های بیشماری را ارائه می‌دهد. با این حال به دلیل شرایط سیاسی و جغرافیایی سفر به سقطران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با آژانس‌های مسافرتی معتبر است. آیا مشتاق به کشف این بهشت گمشده هستید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سقطران این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید، در کانال ما مشترک شوید و در بخش نظرات سوالات خود را مطرح کنید. بیایید با